خیلی خوش اومد به چنل یوتیوب من. امروز میخوام باهاتون این بستمون که از شین یا شین اومده رو آنباکس کنم و اینکه اینم بهتون بگم اول ویدیو، اینکه من واقعا دوست نداشتم اینجوری بیام جلوی دوربین، دوست داشتم هم اتو بکشم و لباس بهتری بپوشم، اما چون خیلی ذوقشو داشتم گفتم سریع اینو آنباکس کنم براتون. بریم هم آنباکسش کنیم. خب من اینجا یه چاقو آوردم با قیچی، ببینم بالاخره چجوری لازم میشه. این اولین بار منه که از شین سفارش میدم. قبلا از تمو سفارش داده بودم اما از شین نه. فکر کنم من اینجا باید باز کنم. خب و اینم بهتون بگم بسته من در کل شده تقریبا 4 کیلو و اینا. خب اول از همه اینه که من فکر میکنم این از شیگلم کالکشن توایلایت، فکر کنم درست گفتم، یعنی امیدوارم درست گفته باشم، که اینو میخوام یه ویدیو جدا ازش براتون بگیرم و آنباکسش کنم و کامل تو این ویدیو نشونش نمیدم. حالا الان ببینم مطمئن شم که این دقیقا کدومشونه. ولی خدای شین خیلی قشنگ بسته‌بندی میکنه. من قبلا از تمو وسیله گرفته بودم و هم کیفیتش خیلی بدتره، همین که خیلی بد بسته‌بندی میکنن و مخصوصا قسمت که میخوای شیگلم سفارش بدی خیلی قشنگ بسته‌بندی میشه. از فکر کنم این پک روژگونه‌شه چون صورتیه و منم یه روژگونه 12 رنگ ازش سفارش داده بودم. چه نازه بچه‌ها، من از الان میبینم خیلی ذوق میکنم و آره بچه‌ها این روژگونه‌شه. وای ناخون دارم اینجوری میکنم. بچه‌ها این پک 12 رنگی یه روژگونه یه شگلم هستش و آره دیگه بریم ببینیم. من اینجا بذارم این اول. وای چه نازه، خیلی رنگاش دیده بودم قشنگه و این مدلیه. حالا به احتمال زیاد یه ویدیو دیگه هم کامل درباره این واسهتون میگیرم و توضیح میدم. تو این ویدیو فقط آنباکس میذارم. نازه بدمش اینجا این پشت. خب بریم برای محصول بعدی. این دوتایی که من فکر کنم تینت و کرم پودر شگلمه. ببخشید اگه صدام یکم میپیچه، نمیدونم چرا میپیچه ولی فکر کنم داره میپیچه. اینم از تینت شگلم در تلاش زیاد برای باز کردنش. خب اینها خیلی سفته. این رنگه خیلی نازه. من باز یه ویدیو دیگه کامل واسه میکاپ کردن و وسایل شیگلم براتون میذارم. حتما اگه تو کامنت ها بگید براتون ویدیوشو میگیرم. خب من برم اینو باز کنم بیام. خب من اینو باز کردم و چه پکیجینگ خوبی داره. خدایی کلا برند شگلم همین که فکر کنم تازگی از اقتصادی بودن در اومده، اما پکیجینگ و کیفیتش نسبت به قیمتش خیلی خوبه. یعنی مثلا اینو بخوای حساب بکنی کرم پودر گرونتری هم هستن، اما این واقعا پکیجینگ و کیفیتش خوبه طبق چیزایی که شنیدم. اینطوری اینه.
محصولای بعدی و همه رو توی این مشمع گذاشتم. بریم ببینیم که چیا هستن. خب از اولیش که نمیشه، از این شروع کنم که اینو بچه ها این دستکش برای بابام گرفتم، پس میدازمش فعلا اون ور و اینه هم که دارم میبینم بچه ها من اینا رو سفارش داده بودم. اینا فکر کنم همون براشن، اما اینا رو یادم نیست که سفارش دادم. شاید همینجوری اشانتیون گذاشتم. اشانتیون امیدوارم درست گفته باشم. اینا که براشای. خب اینا براشایی که سفارش دادم و اینا که من اشانتیون گذاشتم دیگه، چون اون قطعه نیفتن. و این فکر کنم اون کلا پشمی هست که سفارش دادم و این اینه چی گفتم؟ چجوری بازش کنم؟ و این که اینجوری میشه. وای چه نازه، خیلی دوستش دارم. البته هی میذارمش، خیلی نازه. دارمش اینجا. بچه محصول بعدی قاب گوشیه. برای گوشیم گرفتم، گوشیمو تازه گرفتم، آیفون 16 واسش قاب گرفتم. و بعدی بازم کلاها واسه بابام گرفتم، پس فعلا میذارمش اون ور. محصول بعدی دوباره یه قاب واسه گوشیم گرفتم. این روبالشی ساتنه. اینم کلاه خوابه که بخوام مثلا بازش کنم. این خیلی خوبه واسه اینکه موهاتون آسیب نبینه وقتایی که میخواید بخوابید، باش میشه حالت موتونم عوض نشه و موهاتون آسیب نبینه. من مجبورم یکم زودتر آنباکس کنم چون کلا 10% شاید کمتر شارژ داشته باشم. اینم یه کلاه دیگه است. چجوری باز میشه؟ اینم یه کلاه دیگه است که اینطوریه. وای چه نازه، خیلی خوشگله. محصول بعدی یه کلاه دیگه است. کلاه کفه. اینه که فکرم خیلی بزرگه، بعد چیزشو عوض کنم، یعنی کوچیک‌ترش کنم. محصول بعدی کلاه واسه داخل حمومه که موها خیس نشه دیگه، بازش نمی‌کنم. بچه‌ها من واقعا خود تو ذوقم. محصول بعدی اینه واسه موژه گذاشتن و برداشتن، اما من فکر می‌کردم همراه با موژه هاشه. دیگه خود تو ذوقم. محصول بعدی کیف لوازم آرایشیه که فکر نمی‌کردم انقدر کوچیک باشه. می‌خواستم خیلی همین رو توش جا بدم. خیلی کوچولوه. محصول بعدی براشه که این سرش برای کرم پودر و این سرش برای کانسیلر. اینه. موهام به هم ریخته. باز میگم معذرت میخوام، خیلی ذوق آنباکسش رو داشتم، گفتم زودتر آنباکس کنم. و این محصول من فکر میکنم محافظ دوربین پشت گوشیمه که دیگه نیاز نیست بازش کنم. خب بچه‌ها رسیدیم به محصول آخر که واقعا ذوقشو دارم. کالکشن توایلایت شگلمه که اینو کامل نمیخوام واسهتون بازش کنم چون میخوام یه ویدیو دیگه از آرایش کردن باهاش و آنباکسش براتون بگیرم و اونجا اون ویدیو کامل باش آرایش میکنم و آنباکس میکنم براتون. ناخون داریم پس نیاز به قیچی نداریم. خدای
اینجا خیلی خوب پکیجینگ کردن که وسایل نشکنه و کوچکترین آسیبی بهشون نرسه و از پکیجینگشون واقعا راضیم. خب من همیشه هم میدارم بزنم زمین بعد تا صبح بشینم تمیز کنم. اینم از این بریم با ناخونم ستم. وای چه نازه. من برم نیفتم. نگاه کنیم. بچه خیلی نازه اما من باز ویدیو آرایش کردن باشه توی یه ویدیو دیگه براتون میگیرم. الان در همین حد. خب بچه ها مرسی که توی این ویدیو کنارم بودین. خیلی دوستتون دارم. حتما ویدیو راجع به آرایش کردن با وسایل شیگلم براتون میگیرم و من سعی میکنم هفته یه بار ویدیو بذارم تو کانال یوتیوبم و حتما ویدیو با آرایش کردن مسائل شیگلم و این کالکشن توایلایت و رژگونه ها اینا براتون میگیرم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.